اما گزارهای فراعقل داشتیم. فراعقل یعنی عرفانی. اینها بالاتر از عقل است. عقل نمیکشد اما ضد عقل نیست. هیچ گزاره ضد عقلی رو نباید پذیرفت. اما گزاره عقلانی لزوما گزاره ضد عقلی نیست. دین جنس عرفان است. دین از جنس عشق است. فراعقل است نه ضد عقل. برای همین میخوام بگم که دینداری، عقلانیت شرط لازم دینداری است اما شرط کافی نیست. دین آمده به ما یک دنیای دیگری رو به معرفی بکنه که عقل ما توان آشنایی به اون رو نداره. و بزرگی عرفای ما، حکمای ما در اینه که به اینجاها رسیدن. یعنی مثلا ملا صدرا وقتی دنیای رو معرفی میکنه، مولانا دنیای رو معرفی میکنه، این عارفان بزرگ ما جامی و عطار، حافظ، اینا بحث عاقلانه نمیکنن، اینا بحث عارفانه میکنن. این همون چیزی است که من دارم توی کوشش میکنم که بگم که پاسخ سوال شما باشه که اگر چیزی عقلانی نبود، ضد عقل نباشد کافی است، اما فراعقل باشد مشکل نداره. دین از این جنس است. البته مباحث حقوقی دین از این موضوع دیگری است. اونم گفتیم عقل ما هم میتونه در موردش سخن بگه. این مباحث عرفانی و این از این جنس است، از جنس مطلب. نوبت شما شده خیلی کشید. ایشون من شما در خیلی پارتی بازی کنید. خیلی صحبت‌های جالبی کردیم، ولی یه سوالی برای من پیش میاد که اگر ما اینقدر به بازاندیشی و به عقل و تصمیم شخصی تکیه بکنیم، ولی مسئله اجرت و مجازات آخرت چطور میشه؟ برای مردم عادی بیشتر این احکام دین ربطش با اون بهشت و جهنم اینا داره. اگر قرار باشه من خودم تصمیم بگیرم که در این زمان شناخت زمان رو چطور میشه واقعا چیز کرد. من مثلا شراب گفتم برای قلب خوبه پس من میخورم، بعد معلوم بشه که نبوده، نتایج علمی اینا اشتباه بوده، من برم اون دنیا بعد بگم که من بگم رو اون ریسرچی که شده بود خوردم، بعد حالا شما باید ببخشید خدا بگه نه من که گفته بودم که نباید بخورید. برای مردم عادی ببخشید به زبان عادی میگم، ولی این حتما این فلسفی هم داره. شما لابد دیگه با جهنم و بهشت اینا خیلی میان درستی نه خوبی ندارین اگه که جهنم هیچ وقت نداره. حالا بهشت رو بفرمایید پس این چیزی. در تایید فرمای شما جوکی رو درست کرده بودن اون زمانی که خاویار حلال شده بود، میگفتن بردن طرف رو جهنم، گفتن برای چیه؟ گفته من خورده بودم فلس دار و بی فلس اینا گفته شد، بی فلسش به اصطلاح چیز شده پنهان شده اینها، گفتن ایده ترخیص شدن از جهنم بردنشون بهشت چون این رو مرتکب شدن. ولی نه، این فارغ از طنز این مسئله شخصی نیست، یعنی به اصطلاح این نیست که سلیقه شخصی کسی چنین ارتضایی رو بکنه. یک برداشتی، استنباطی در فضای عمومی مطرح میشه، این یا مورد پذیرش دینداران قرار میگیره یا نمیگیره. و بعدم کسی که این سخن رو داره میگه بر اساس دانش دینیش میگه، قاعدتاً این دانش دینی اعتبار داره. مثل هر رشته دیگری وقتی که فرد اظهار نظر میکنه، خب اول اظهار نظر متفاوت خیلی با غریب محسوب میشه، بعد خب توش بحث میشه، حلاجی میشه، انتقاد میشه، جا میفته به اصطلاح های این سخن چقدر علمیت داره یا علمیت نداره. مسئله ای که شما اشاره کردید که بحث بهشت و جهنم بعد این وجود داره، اما اون بحث اشتغال در مبانی اصول که عرض کردم، بهشت و جهنم در آخرت اسلامی اندیشه محوری نیست. در خود متن قرآن که انکار بکنم و هست، باورم داره، اما مسئله اصلی و رضوان من الله هو الاکبر، رضایت خداست که بالاتر است. یعنی مؤمنان، چون تو فلسفه اخلاق هم وقتی اینا رو مطرح میکنیم
امام علی ازش وقتی میپرسن این جمله در نهج البلاغه هست، بسیار جمله‌ای برای من خیلی راهساز بوده و میتونسته نمای دینداری رو با من نشان بده. دینداری عاشقانه و موحدانه، دینداری کاسبکارانه و سوداگرانه، دینداری از روی ترس و برده‌وار. امام میگوید که روحی خدا را از ترس جهنم، مجازات جهنم عبادت میکنه، روحی به سودای پاداش بهشت عبادت میکنه، روحی هم خدا را عبادت میکنن چون او را دوست دارن، چون او شایسته عبادت است. این عبادت احرار است. سه تا فلسفه مختلف داره. بدون تعارف اکثر مردم یا سوداگرانه عبادت میکنن یا خائفانه برده‌وارشون، اما نام عبادت هست. ما وقتی دین رو تعریف میکنیم که فقط برای مؤمنان نیست، این برای توده مردم هم هست. اما اجازه بدید بگیم هر کسی متناسب با سعی وجودی خودش خداش رو شناخته و عبادت، هر سه عبادت پذیرفته است، منتها اینا با همدیگه تفاوت مرتبه دارن. حالا اون قسمتش که به بحث ما مربوط میشه، اگر شنونده این سخنان به قدرت دینی گوینده باور دارد، یعنی باور دارد که این برداشتی که میکند برداشت صحیحی است، معناش این است که این تلقی اگر انجام شد مجازات جهنم ندارد. معناش این است که تو هر برداشت دیگری همچنین هست. همون مثالی که زدم، حالا مثال اصلا بحث نواندیشانه و امثال هم نبود، همون مثال قرص صورت زن در نقاب و غیره، و وقتی که بیان شد معناش چی بود؟ معناش بود که اگر زنان در اون زمان صورت خودشون نپوشانند گناهی مرتکب نشدند، به جهنم عوض شد. حالا من مثل هم هیچ تفاوتی نمی‌کنه. بنابراین بیان قرائت جدید معنایش بی‌اعتقادی به جهنم یا بهشت نیست. معناش این است که بیشتر از اون که ما به این ظواهر بخوایم بپردازیم، میباید به روح دین بپردازیم. یه اصطلاحی که من تو قالب مجالس هم بهش اشاره کردم. یک استاد اسلام شناسی که در بین اساتید اسلام شناس آمریکایی حکم استاد الاساتید دارد، یعنی قالب همکاران من شاگرد ایشون کرد، اسمش از فضل الرحمن. ایشون پاکستانی الاصل و استاد دانشگاه شیکاگو بوده و استاد تمام بوده و استاد برجسته هم. چندین کتاب نوشته، 1900 دهه 70 و 80 هم کتاباش منتشر شد و اون اتفاقا در مورد حقوق زن به انگلیسی هم اصلا هیچ کدامش هم تقریبا به فارسی منتشر نشد. در مورد حقوق زن همین نکته رو ذکر می‌کنه که ما به جای اینکه فکر کنیم این ظواهر متن دین هست، می‌باید روح اسلام رو درک بکنیم. روح اسلام چیست؟ همون مقوله استنباط هست دیگه. این کاری است که درس مجتهد می‌تواند بکنه. روح اسلام در حوزه اجتماعیات روح عدالت است. در حوزه غیر اجتماعی کرامت است، کرامت انسان. اگر اون رعایت شد، اسلام حفظ شده است. وقتی خلاصه گفتیم که آقا این در ذهن با واسطه تغییر شرایط زمانی و مکانی فلان حکم موقت بوده است، عوض می شود، دیگه لازم نیست اون عمل کنیم، معناش نیست که جهنم مثلا درش باز شد یا بسته شد، کم شد یا زیاد شد. جهنم شاید خودش باقی است. قرار است خدای عادل و حکیم و دادگر حساب رس باشد. او خودش میداند با بندگانش چگونه رفتار کند. خیلی ممنون حرام از سوال. نوبت شما است. من سه تا سوال دارم ولی خب یکی که خب شما یه سری مسائل توی بستر زمان گفتیم که خب الان تلفن می‌کنه و میشه خودش رو می‌کنه، ولی یه سری مسائل دیگه هست. حداقل یکی که حرف قرآن خوندم قشنگ خودم سوال شده، الان سوال گفتم برای اشتباه کنم که تو نه توی هیچ بازه زمانی ما نمی‌تونیم توجیه کنیم، حتی یه جور گناه هم محسوب میشه. حتی میشه مثلا چالش کردیم قضیه که خدا میگه یا آیه بهتر بیایید در قرآن. اینه که
اگر شهر رو تصویب کردید زنان توی اون شهر طلاق گرفته محسوب میشه. این اصلا نظر من نه عدالت هستش توش، هم نه من تو هایلایت هم کردم تو ترجمه من ترجمه اینجوری کردم متن یا آیه هستش که قرآن که آیه هایلایت کردم امشب میتونم نشون بدم قرآن که وقتی این شهر تصمیم میشه جلد دوم قرآن این چالش جزء حلال هستن تمام زنان توی شهر تصویر شده اصلا حلال هستن شاید همین معنی رو چجوری محسوب میشه که اینا اگر مرحوم به اصطلاح سوره و آیه رو بفرمایید من چون من متن رو میکنم به ترجمه مراجعه نمیکنم همچون چیزی حالا بعدش مراجعه کنید و بنده بفرمایید من میتونم حدس بزنم چه اصلا ترجمه ها ممکنه چیز نوشته باشن اما اون اصلا ربطی به جنگ نداره بحث در مورد برده ها که اصلا با اینکه شما گفتید کاملا متفاوت حالا اگه بود به من بفرمایید سوال دوم اینه که بگم یه ذره دید شیعه هم نگاه کنیم اینکه حالا ما ائمه که داریم اینا باید دیگه الگو باشن به تمام معنا دیگه یعنی اینکه حداقل از باز زمانی بیان بیرون حداقل اینکه این حرکتی امام حسین انجام داده بعد از تصویر حالا ایران و حمله به ایران یک فردی که پدرمادرش هم کشته شدن پادشاه بود بدون کنیزی بگیره رو بیاره اونم از شخص امام حسین با دیدگاهی که به زن داشته باشه به نظر من یه ذره حداقل از دید تشیع و حضرت شهبارو می‌فرمایند بله چجوری میشه اینو توجیه کنید حالا چرا امام حسین کسی دیگه بود یه اسوه چه بعدا پیش بگم الان پاسخ بدم مرحوم سید جعفر شهیدی استاد مسلم تاریخ بود خدا رحمتش بشوره و رئیس لغتنامه خدا مجتهد نجف خوانده و دکترای رضایت فارسی کتابی دارد در مورد زندگی امام سجاد و در این کتاب که توصیه میکنم فارسی است همتونم بخوانید و من ایشون رو به عنوان استاد مسلم تاریخ قبول دارم اثبات کرده شهربانو افسانه پیش نیست هرگز امام سید الشهدا حسین بن علی با دختر یزدگرد به نام شهربانو ازدواج نکرد این ساختور پرداخته ذهن ایرانیان است خواستن یک نحوی ائمه رو ایرانی بکنن و گشتن پیدا کردن چجوری میشده گفتن خب از همه بهتر امام حسین از این سمت یک شاهزاده هم پیدا بکنیم از اون سمت میلتون رو به هم قطع کنیم و بعدم بشود امام سجاد انتخاب هیچ سند تاریخی معتبری برای این مسئله وجود نداره این جزء خلاصه جریات تاریخی الحمدلله صحت امام حسین از این مسئله مقرر زندگی امام سجاد نوشته سید جعفر شهیدی حالا غیر از ایشون هم دیگرانی هم تحقیق کردن و این به ذهن بنده بود و گفتم خودم هم هر چندین بار ازم پرسیدم با صراحت گفتم این مطلب کذب است حقیقت نداره یکی دیگه اون مورد اول هم که فرمودید ببینید یک چیزی که در جانب امویان صورت گرفته و همه مسلمانان تقریب کردن همین فعل اینها وقتی مدینه رو گرفتن همه زنان شهر رو خودشون مباح کردن و فجایع آفریدن که تاریخ خجالت می‌کشد این مطالب قطعا قرآنی نیست اسلامی نیست ضد مسلم اسلام است بلا بدون هیچ تردید بله بفرمایید یه حرفی زدیم در مورد اینکه اسلام در اون ظرف زمانی شاید حقوق زنان مثلا اون موقع در عربستان مثلا بهبود داره شاید نگفتم من محکم گفتیم خب یه سوالی که دارم اینه که اولا خیلی تحقیقی در این مورد صورت نگرفته خیلی اطلاعاتی نداریم که بتونیم بگیم که مثلا به طور حتمی این اتفاق افتاده. دوما که مثلا خب یه سری شواهدی رو نگاه می‌کنیم ببینیم سمت قریش مثلا هند چه اختیاراتی داشته تو قبیله یعنی که مثلا حضرت خدیجه در چه موقعیتی بوده قبل از اسلام خیلی من به نظرم نمیرسه که مثلا خیلی زنان بی‌حقوق بودن اون موقع. بعد یه
روایتی من خوندم توی کتابی، کتاب خانم لیلا احمد که استاد دانشگاه هاروارد هم هستن. خیلی به نظرم از دیدگاه یه زن عرب دارن به موضوع نگاه میکنن و خیلی دارن مثلا جهان عرب شاید توجیه میکنن. ولی مثلا من دقیقا خیلی وقت پیش خوندم کتابو. مثلا میان زمانی که مکه رو تسخیر میکنن، زنای قریش رو جمع میکنن که میگن که حالا باید اسلام بیاریم و حالا بهشون میگن که خب باید چیکار کنیم. میگه که مثلا اینه و اینه و اینه و زنا نباید بکنیم. که مثلا میپرسن که یعنی چی؟ مثلا معنی داره مگه این؟ ما که آزادیم. میخوام اینو بگم که خیلی میتونیم مطمئن باشیم که حالا بهبودی حاصل شده. یا مثلا اینکه اثبات میکنن که بله حقوق زنان ایران و مسلماً بهبود داده اسلام در اون ظرف زمانی، ولی زنان مصر رو چی؟ این هم هست دیگه. خب کتابی نوشته شده، مهمترین کتاب تاریخ جاهلیت عربه. یک محقق عراقی هست به نام دکتر جواد علی که این منبع اصلی تاریخ جاهلیت عربه به نام المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام. یک جلدش در مورد همین مسائلی که ما داریم صحبت می‌کنیم، حقوق خصوصی و نوع ساله که از من شده مختلف. همه دوستان می‌پرسن به چه دلیلی بوده. بنده رفته تحقیق کرده آورده که من تحقیقشم فقط بر زبان عربی نیست، تقریبا به چند زبان اروپایی هم هر کاری که صورت گرفته کوشش کرده منعکس بکنه. یه بخشم در مورد زنان، برخی از جاهاشو که بنده اگه ذهنم باشه برای شما دیگر اون وقت متفاوت کلا روایتش از این وقت محقق شناخته شده هم هست و با یک ببینید این مواردی که نوع این خانم‌های فمینیست اینجا اونجا نقل میکنه اغلب به این که تو کتاب سیره نوشته چقدر این اعتبار داره، به عنوان حدیث هست نیست، حدیثش معتبر است. همینطور میگه توی فلان کتاب نوشته، مثلا فرض بکنید میگه تو سیره ابن اسحاق نوشته، بعد مطلبیه که میدونید مطالب سیره ابن اسحاق اون چیزش که در مورد یهودیان هست کاملا بی‌اعتبار. خب اینا رو که آدمان اینا نمیدونن و نقل میکنن. مثلا نوع ازدواج هایی که در عرب جاهلی بوده و اسمهای مختلفی هم داره، مثلا مبادله کردن زنان با هم دیگه که خب اینا خیلی متمدن نیست. ما به شما بگم که کاملا غیر متمدنانه و غیر اخلاقی بوده. اگر این بخش رو من یادم نمیاد ترجمه شده، کتاب 10 جلده، یادم جلد اولش شروع به ترجمه شد تو ایران یا ترجمه شد ولی به جلد بقیه نرسید. اگر اون بخشی که مربوط به فقه جاهلی هست خیلی زمینه خوبیه برای اینکه مقایسه بکنیم بین این مسائل و اون دوره و اینکه در مورد حضرت خدیجه ذکر کرد. بله درست، من میتونم به شما بگم نخبگانی در اون زمان از حقوق برخوردار بودن، اما آیا این به اصطلاح مینستریم زنان بوده تو اون زمان؟ و حتی در غیر قریش تو همین حدی که در بین زنان قریش نوعاً اشراف بودن، آیا بقیه زنان هم از حقوق برخوردار بودن یا نبودن؟ خیلی از این آیات که حالا برخیش رو باید بحث مفصل دیگری بکنیم، مسئله اون دوره مثلا هیچ وقت فکر کردید که توی قرآن چرا این همه حفظ فرج، حافظون لفروجهن، حافظات لفروجهن، به اصطلاح پاکدامنی داره سخن میگه؟ پاکدامنی معناش چی بوده؟ دقیقا میخوام بحث فیزیکیش بکنم در حوزه لباس. یعنی ما در حدی از فرق بوده که اصحاب صفه، یعنی کسانی که بسیار خیابان خوابها، کسانی که خانه نداشتن، فقرایی که اومده بودن به پیغمبر ایمان آورده بودن، مسلمان شده بودن و اینها تنپوش نداشتن، خانه هم نداشتن و موقع نماز که می شده اصلا وقتی ما مجموعه روایت رو می‌بینیم اون وقت می‌فهمیم مردم چجوری زندگی می‌کردن که بخشی از اینها که مثلا گفته میشه وقتی در جماعت زنان دیرتر از مردان سر از سجده بردارن. علتش هیچ مسئله‌ای نبوده جز اینکه مردان تنپوش مناسب نداشتن و در زمان سجود و رکوع به اصطلاح نمیتونستن خودشون رو بپوشونن. حالا شما فکر بکنید
خانه های اون دوره کنار خیمه بوده، چگونه بوده. مجموعه اینا رو بذاریم کنار هم دیگه خیلی متفاوت با اون چیزی که از منظورم این است که خیلی تحقیق نشده. چرا این نمیگه حالا خیلی درست میگید ولی تحقیقات شده، یعنی مثالش که عرض کردم همین بود که ذکر شد در مورد هر کدامش قدم‌های برداشته شده. ولی بله ما این عرصه خیلی احتیاج به کار داریم. حقوق زنان از جایی است که میطلبه که خود شما وارد این عرصه بشید، از جوانب مختلف این رو مورد تحقیق مجدد قرار بدید. میشه اون کتابی که گفتیم المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام نوشته دکتر جواد علی. دستون در نکنم. حرفاتون خیلی خوب بود، اما من که رجوع میکنم به ذهنم و این چیزایی که خوندم این مقداری فرق می‌بینم. انگار ببخشید اینطوری میگم، انگار خیلی میخواید اسلام خوب جلوه بدید. ببینید مثلا رفتار پیامبر بعد خدیجه با زنانش، عایشه و خیلی اتفاقاتی که میفته اینو نشون نمیده. یا آیه‌ای مثلا انک که مکر زنان از همه بیشتره، اینا که دیگه چیز نیست، یعنی داره یه صفتی رو به یه انسانی نسبت میده تو قرآن که اینجوری یه تفاوتی انگار خدا میخواد قائل بشه، بگه مثلا اگه میخواد یه چیز بدی نشون بده بگه که ببین زنه مثلا مکرشون چه جوریه مثلا اینطوری. خب باشه بالاخره یه چیزی دیگه نکرده کن، بالاخره به تصویر میده. خب یعنی میخواد وقتی این صفت رو میبنده، اگه میخوام اینجوری حساب بکنم من ادامه بخوام بگم خیلی از صفت‌ها وجود داره که میگه مثلا میتونست خیلی عام بگه که اینطوری نباشید، اینجوری باشید، این کارو بکنید، این کارو نکنید. یه جایی از شیطون که مثلا حرف میزنه مثلا یه مکری میگه و میگه ضعیفه نمیدونم فلانه، ولی تو نوع انسانی که میرسه اینطوری برخورد میکنه. یا خود پیامبر بعد خدیجه اتفاقاتی که میفته، یعنی ما انتظارمون اینه که وقتی میخوام به پیامبر نگاه بکنی خب زندگی با خدیجه زندگی عاشقانه قشنگ همه چیز خوبه، بعد از زمان خدیجه اتفاق عوض میشه. یعنی یه دفعه پیامبر تبدیل میشه یه آدمی که قراره مثلا مشکلات رو به وسیله زن حل بکنه، با قبایل مثلا اگر مشکلی هست از این زن بگیره از اون مثلا و این مجموعه این جور چیزا. من یه مقدار فکر می‌کنم اینجا نمیخونه با این چیزی که شما میگین، یعنی اونقدری که حالا شاید غلط باشه به اون تفسیری که شما داشته باشه. مثلا این توضیح بدم. ببینید من اسلام همون جوری که هست معرفی میکنم. به نظرم نمیاد که دارم بزکش میکنم یا به اصطلاح امروزی چیز خلاف واقع نشون میدم. همه متون دست ماست، منتها تفکیکش میکنیم و معیارش میکنیم. به نظر بنده اسلام زیباست، خدای اسلام زیباست و زیبایی رو دوست داره. ما هم موظفیم که این زیبایی ها رو معرفی کنیم، ولی زشت رو نمیخوام زیبا جلوه بدیم. اما این مواردی که شما اشاره کردم توی که خواهرمون گفتن ببینید در قرآن برخی نکات هست که برخی شخصیت‌های قرآنی هم از مثبت و منفی اینا رو ابراز میکنن. این لزوما نظر خدا نیست. وقتی گوینده چیزی میگه این رو ما در داستان ملکه سبا داریم به اصطلاح، در داستان عزیز مصر داریم، در داستان از سوره آیه مال سوره یوسف هست. اون میگه که مکر شما زنان عظیم است. خب حالا این گفته خدا که نیست، این آیه قرآن است که از این فرد از عزیز مصر نقل شده است. درست شد؟ و بعد از اون حالا فرض بکنید گفته شده که چنین است، این که تعمیم قابل تعمیم نیست به همه. چجوری شما تعمیمش بدید؟ یعنی باید قبلش باید تفسیر بزنن که آقا هر حرفی که من از مثلا مطلبی از شیطان نقل میشه، یعنی خدا باید بعدش بگه که این حرف شیطان به من نگفتن. مطالب فراوانی از توی قرآن از زبان شیطان نقل شد. اما ما نمیان بگیم که این مطلب به اصطلاح مطلب خداوند، هم شبیه خدا. اما در مورد زنان پیغمبر من چندین سوال پاسخ دادم مکتوب، میتونید مراجعه بفرمایید اونجا. غیر از این هم اینو اتفاقا تو همین کلاسام که همین سالهای اخیر جدول درست کردم، چون دیدم خیلی در موردش سخن پراکنی زیاده. قشنگ جدول و سن قبیله این زنان
سنشون، زمان وفاتشون، زیباییشون، همه اینها رو نوشتیم. بعدا گفتیم باور بکنید توی اینها کدام یک از اینها مثلا جوان بودن، از این 9 تا زنی که اسم برده میشه، 9 تا 13 تا زنی که هستن، برخی از اینها قبل از پیغمبر از دنیا رفتن. برخی از اینها رو من چیز ندارم، اگر میدونستم سوال میشه عینا جدول رو می‌بردم مینداختم رو تابلو که خودتون مشاهده بکنید با اسم و اسم پدر و اسم شوهرهای قبلیشون، چند تا بچه داشته از شوهرهای قبلیشون. و بعدش هم اینها نوع این ازدواج‌هایی که صورت گرفته باید تو فضای حجاز باشیم تا بدونیم که ارتباط قبایل با ازدواج برقرار می‌شده و اینا افتخار می‌کردن که آمدن به اصطلاح قبیلهشون به واسطه این وصلت با قبیله قریش که قبیله پیامبر باشه متحد شدن. برخی از اینها اصلا هیچ به اصطلاح منطق خوشگذرانی از توش به دست نمیاد. اغلب اینها چنین هستن. مجموعی توی اینها 3 نفر باشن که مال اون اواخره که مثلا صاحب جمال بودن، جوان بودن. جالب اینجاست، یک تحقیق اخیراً خوندم، تحقیق قابل توجهی. این سنی هم که درست کردن که مثلا 9 ساله بوده اثبات می‌کنه تمام معاصرین عایشه میگه عایشه بود 18 سالش بود زمان ازدواج با پیامبر و نه 9 سال و نه 6 سال، چیزایی که فراوان درست کرد. به تحقیقش هم قابل توجه بود، گفته این کسان معاصر با عایشه بودن. حدوداً هم تو تواریخ مختلف گفته که کی از دنیا رفتن، تاریخ تولدشون رو پیدا کردیم، بر اساس اومده بود که عایشه هم این حدود بوده باشه. این از این زاویه. و بعد از اون هم ما وقتی که مگر پیامبر یک کسی اینو باز شوخی نمی‌کنه، پیامبر به چیزای دیگری جز اختصاصات پیامبر اطلاع زن، غیر از این که مسلمانان فقط محدودیت دارن این حکم اختصاصی. اگر قرار ما در قصه زنان به پیغمبر تأثیر بکنیم، پیغمبر اختصاصات دیگری هم داشته. برایشون نماز شب خوندن واجب بوده است و این که تکه تکه هم بخوانند، یعنی در 5 نوبت این نماز را بخوانند. هر کدامتون حاضر است، من تو همه کلاسام گفتم برید هر تعداد بخواید زن بگیرید، اما به یک شرط، هر شب 5 بار پاشید نماز شب بخونید. حاضری؟ شوخی نیست. یعنی پیغمبری که قراره کسی که فکر میکنه میخواد بره خوشگذرانی بکنه، خواهی چجوری میتونه؟ میگن کلمه سهرم نزدیک سحر، برای نماز صبحش هم کلی آفتاب نزده، اونش چه خطر، چه شکنجه ایست. میخوای پاشی 2 رکعت نماز بخونی، به خدا عبادت 5 بار باید وسط شب یه ساعت بخوابی، دوباره وقتی ساعت نبوده که دوباره بلند شد 2 تا رکعت بخونی، دوباره بخوابی، ها کسا الی آخر. میدونید این اصلا تصویری که ما داریم تصویر متفاوت. این مقام محمودی که قرآن میگه ما به پیغمبر دادیم با این نماز حاصل شده. اصلا اون ما فکر میکنیم زن فقط مسئله جنسیه. حالا ما افرادی که اگه سن و سالشون رو ببینید کلی هم مالیات باید بدی که پیغمبر رفت با اینا ازدواج کرده. اصلا اون تصویر دیگری که داره ذکر میشه چنین نیست. ببینید مشکلی که ما الان این توی فضای توی مسئله زنان پیغمبر خیلی مانور دارن میدن. عیسی مسیح ازدواج نکرده از دنیا بودن، کنه مجرد بودن ارزش است و ارتباط با زن شیطان است. این اسلام اومده الگوها رو از بین برده. در اسلام نه ازدواج امر شیطانی است، نه امور جنسی مشروع امر شیطانی است. هیچ منافاتی هم با معنویت نداره. اون تعالیم حاصلش این می شود که مفاسد عظیم نهادینه کلیسا در ارتباط نامشروع کشی شد. به تا حد بالاش هم کشته که در عرض 600 سال اخیر به استعفای پاپ انجام. یکی از 2 علت اصلی استعفای پاپ این بود، نه مال خودشان، مال این که چنان فساد در کاردینال ها، پاپ کشیش ها در حوزه مسائل جنسی به خصوص نسبت به پسر بچه ها، نسبت به جوان فراوان شده که نتونست جلوش بگیره. که دیگه فساد مالی. میخوام بگم اینا رو یک جور دیگری نگاه بکنیم و بعد ما بریم اون زمان، نه این زمان. من توی مسئله بله خب میگم اگر بنده میپرسیدی پیغمبر میگفت آقا محض خود رضای خدا یکم کمتر زن
گرفته میشد که ما این همه مشکل اما مسئله اساسی نه میخوام بگم همین پیامبر با خدیجه زندگی عاشقانه کرد. یعنی من اصلا نمیخوام بگم که با قبل بسنجیم یا بعد، تو همون زمان الگوی پیامبر چند سال یه الگوی بسیار خوبیه، یه دفعه عوض میشه. یعنی شما مثلا ازدواج میکنی، حضرت علی هم همینطوری شد. بعد از مثلا فاطمه، بعد خدیجه یه اتفاق دیگه میفته. چطور میشه مثلا تو ذهنشون چه اتفاقی میفته که یه دفعه تبدیل همه این اتفاقاتی که شما میگید زمان خدیجه هم بوده، قبایل بوده، گرفتاریای قبیله‌ای وجود داشته، سختی‌های زمانی که حالا بالاخره قبل از اینکه اسلام گسترش پیدا کنه در واقعشون بیشتر احتمالاً ازدواجا میتونست بیشتر کمک کنه، ولی هیچ وقت این اتفاقا نیفتاد. ولی بعد خدیجه اتفاق میفته یا بعد فاطمه این اتفاق میفته. ما قرار بود تکرار کنیم. اتفاق افتاد که نه خلاف شرع بوده، نه خلاف اخلاق اون زمان بوده، هیچ مشکل نداشت، اما قرار نیست ما تکرار کنیم. ما پیام ببینید اون وقتی میرن سراغ اسوه بودن پیامبر، بگیم نماز شب میخونده، میگن این مخصوص پیامبر بود. تا مسئله زنش میشه میگن نه خیر الان باید میگم که همه چیز با هم دیگه برید سراغش و بعدم اسوه بودن پیامبر در این گونه امور نیست. خیلی بلکه از اختصاصات ایشان است. اگه کسی فکر می‌کند باید یک سر اتفاق بکنن. آره اول آخر خدیجه. یعنی سوال ندارم، من همیشه به این فکر کردم که مثلا اینکه حضرت محمد تا زمان حضرت خدیجه یا مثلا حضرت علی در زمان حضرت فاطمه ازدواج نمی‌کردن، ولی دیگه ایشون که فوت کردن دیگه اون حالت نبود. این خودش همیشه این من فکر می‌کردم که اسلام یک دیدگاه طبقاتی، دختر پیغمبر یا مثلا دختر پیغمبر که حضرت فاطمه باشن خیلی شأنشون با بقیه دخترایی که مثلا با دخترای جامعه یا با بقیه زنای حضرت علی فرق داشته که حضرت علی در زمان حضرت فاطمه نمیتونه چند تا زن نداشتن، ولی در زمان بعد فوت ایشون مثلا چند تا زن داشتن. این به نظر من خودش یعنی که نمیدونم یک در نظر گرفتن یک امتیاز برای دختر پیغمبره. نگاه انسانی تر به اولیا دینمون داشته باشه. این سالا کنه ما یک انتظار خاصی داریم. این قرآن وقتی پیامبر رو معرفی میکنه میگه انسانی نیست، محمد کسی نیست جز بشری مثل شما، فقط اون وحی میشه. یک انسان است. حضرت علی هم انسان بوده، بقیه اولیاء دین ما هم انسان بودن و اینها امور انسانی است. من فکر میکنم اتفاقا دلیل انسانی بودن اونهاست. اون نکته هم که شما میفرمایید اشکالی ندارد. این هم حق اونا بوده که زمانی به یک زن احترام بیشتری بگذارن. اون زن قلبش رو بیشتر تصاحب کرده، بعد از اون همچون زنی در زندگیشون پیدا نشد. چشم فاطمه به گونه‌ای در چشم دل علی بوده است که هیچ زن دیگری جا رو نداشته. پیغمبر فراوانی رو ذکر کرده در مورد خدیجه که هیچ که جای خدیجه رو در من نمیگیره، با تفاوت سنی هم که داشته. خب این علاقه رو داشته. چرا ما باور نمی‌کنیم که این عشق باعث شد مانع ورود هر زن دیگری بشه؟ زنان بعدی ولو خیلی هم فرض کنید جوانتر بودن، زیباتر هم بودن، هیچ کدوم نتونستن جای خدیجه رو بگیرن. این نکته‌ای پیامبر دوران جوانیش رو 25 ساله میره کی ازدواج کرده؟ دوران جوانیش 13 سال با یک زن بوده. اگر می‌خواست دوره خوشگذرانیش باشه، نه دورانی که 50-60 سالشه، تمام این زنانی که داره صحبت میشه مال زمانی است که پیامبر بیش از 50 سالشه. تفاوت خیلی زیاده. حضرت علی هم ها کسان. بر صورت اینا مسائل تاریخی است. هیچ کدام اینها کاری متفاوت با اونی که من عرض کردم نکردن. یعنی اینکه پیامبر میره دست فاطمه زهرا رو جلو مردم میبوسه، این ارزشی که داره میده به زن خیلی ارزش بالاییه. یا نحوه مواجهه پیامبر، این اولین در اسلام ما اولین مسلمان یک زن است، خدیجه. قبل از علی خدیجه مسلمان شده است. خب اینا ارزش هایی است که اسلام برای زن قائل شد.
ببینید به نظر من قابل احترام هست اینا، یعنی میشه روش فکر کرد. اون مسائل هم برمیگرده اتفاقا این تعداد زنان و امثال همه جز عرفیات و فرهنگ اون زمان است. یه مثال هم برای شما بزنم. یه کسی مسئول تامین اجتماعی بود، مال دوران خود از خوزستان اومده بود. تو باور میکنه خانواده 40 نفره با 40 نفر یک خانواده با 4 زن، 1 مرد و 35 بچه بود. الان هم همشون هستن. الان اومده بودن دفترچه بیمه بگیرن. شما یه دنیای زندگی میکنید و فکر میکنید همه جا مثلا اسکاندیناوی است. خب فرق میکنه، طبایع طبیعتا فرق میکنه. باید رفت. حالا خوزستان خودمون یه ذره با این وقته اجازه بدیم مسئله بمونه دیگه. بعد این سوال رو بپرسم بعد جلسه رو رسما تموم کنیم. حالا دوستان این سوال داشتن. من یه سوال دارم نظری همون اول داشتی صحبت می‌کردیم که الهی بودن متن معنی نیست که مسئله زمانمندی توش وجود نداره. من خواستم بدونم که خب ما الهی بودن متن یعنی چی؟ ما چی رو الهی می‌دونیم و چه خصوصیاتی باید برای متن الهی قائل باشیم؟ یعنی خوندن قرآن مثلا با خوندن متن افلاطون چه فرقی داره؟ آیا ما به یک شکل قراره که متن افلاطون رو می‌خونیم، تحلیل می‌کنیم، قرآن رو هم همون شکل می‌خونیم یا یک جور خاصی بهش نگاه می‌کنیم به خاطر که متن الهی؟ در فهمش هیچ فرقی نداره. این اتفاقاً این نکته است علامه طباطبایی مفسر المیزان ایشون میگه که استدلال قرآن از منطق استفاده می‌کنن. این منطق هیچ فرقی با منطق دیگران نداره. زبان قرآن زبان عربی است. این زبان هیچ فرقی با زبان دیگر نداره. متون عربی نداره. هم زبان یکسان است، هم منطق یکسان است. پس الهی بودنش به چیست؟ گوینده‌اش خدا بود. هیچ تفاوتی جز این نداره. ما فکر می‌کنیم که چون ببینید از اون سمت بگیرید، اگر قرار بود به زبان دیگری گفته شود که من و شما انسان نمی‌فهمیم، اگه به منطق دیگری هم میشد که ما نمی‌فهمیم. پس چون ما آدم هستیم و این قرار است خطاب به ما باشد، باید به گونه‌ای باشد که ما آدمو بفهمیم. نمی‌فهمیم. اما الهی است به معنای که خدا اون رو نازل کرده است. همین کار. ولی ما فکر می‌کنیم الهی بودن یک انتظاراتی برای ما ایجاد می‌کنه و این انتظارات هم برخی علما ایجاد کردن. فکر می‌کنه که همه آیات قرآن باید فرازمانی باشد، پیامش این هیچ پایه‌ای نداره. الهی بودن به این معنی نیست که من چیزی رو که از قرآن نمی‌فهمم باید ایمانی قبول کنم، بگم چون که این متن الهیه من ازش پیروی می‌کنم با اینکه با عقل من سازگار نیست. حتی ببینید یه وقتی میگیم برای عقل من است، یه بار میگیم ناسازگار با عقل من است. مثلا این به سادگی مثال 2 تا 4 تا میشه، مثلا قرآن اومده گفته 2 تا 5 تا میشه. شما چیزی همچین چیزی نپذیرید، اگر قرآن بود نپذیرید. اما یک وقتی داره میگه که یک گزاره رو مطرح میکنه که عقل نفیش نمیکنه، اما نمیتونه مطابق مبانی عقل ما نیست. مثلا همه مباحث عرفانی، تمام که مولانا میگه پای عرفانی، پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سختی تمکین بود، این استدلالیان همین عقلیان هستن دیگه، همین فلسفه هست، همین عقله. بعد عرفانش میگه بالاتر از عقله. خلاصه کاری نکنه